با سلام و درود فرمان روی هستم با کانال تفتیش در خدمتتون هستم. ادامه درس 15 رو میخوایم ببینیم که در صفحه کتخواندو 82 قرار گرفته. لا دوره، طول مدت زمان. خود فعل دوره به معنی طول کشیدنه، این که اسمشه و فمینن هم هست، یعنی طول مدت زمان. J'ai passé un quart d'heure à étudier le français. J'ai passé un quart d'heure à étudier le français. من گذروندم یه رو یا 15 دقیقه رو به مطالعه کردن زبان فرانسه. این که به پس کمپوزه هستش. اینم که un quart d'heure براتون جلسه گذاشته توضیح دادم، یعنی یه رو 15 minutes 15 دقیقه. حالا دوباره اینجا j'ai passé une demi-heure نیم ساعت 30 minutes à étudier le français. حالا این 3 quarts d'heure میشه 3 تا یه رو. ببین این میشه یه رو دیگه، اینم 3 تا، این یعنی یه دونه یه رو، این 3 تا یه رو که میشه 45 دقیقه. 3 quarts d'heure 3 quarts d'heure 45 minutes 45 minutes. J'ai passé toute la journée، طول مدت روز، همه مدت روز، کل روز. تو یا توت که اینجا فمینن هستش در واقع معنی کل، تمام مدت روز رو étudier le français. اینم هست toute la soirée، کل عصر رو یا کل شبی که مثلا فرض کنید از چیز شروع میشه، از غروب شروع میشه، از زمان هوا تاریکی تا مثلا آخر شب رو توی لسوقه کل مدت شب رو مثلا من چیز کردم، فرض خوندم. remarqueش هم چی گفته. Note l'expression passer du temps à faire quelque chose. J'ai passé la journée à lire et il a passé 2 heures à téléphoner. میگه حواستون باشه به این à faire quelque chose هستش، اینجا هم براتون تلیکش کرده. من گذروندم یعنی پس دو تام مقدار زمان را گذراندن à faire quelque chose برای انجام دادن کاری. J'ai passé la journée à lire، من روز رو گذروندم به چی؟ به خوندن. یه وقتی که بعدش میخواین فعل رو بیارین واسه افینیتیو هم قطعا خواهد بود، حرف اضافهش هستش. Il a passé 2 heures à téléphoner، اون گذرون 2 ساعت رو به تلفن یا به تلفن زدن، با تلفن صحبت کرد. این حرف اضافهش رو که بیاریم پایین. quelques objets لیازون رو انجام دیم. میگه چند تا شی. une montre 1 ساعت مچی رو میگن. un agenda خب این در واقع تقویمایی که توش چیز رو می‌نویسیم، یادداشت روزانه برمی داریم. un réveil این رو قبلا هم داشتیم. un réveil ساعتایی که زنگ میخوره. un pendule ساعت دیواری رو بهش میگن. اوکی، بریم یه 2 صفحه بعد. quelques fêtes et traditions چند تا جشن و سنت. il y a beaucoup de jours fériés en France. میگه که وجود دارد خیلی روز تعطیل، jour férié، روز تعطیل تو فرانسه. on ne travaille pas ces jours-là میگه که آن روزها کسی کار نمیکنه. لک میذاره به این معنی آن میده، آن روزها دقیقا با همین شکل با تیغه. il existe des fêtes religieuses et des fêtes civiles. il existe des fêtes religieuses et des fêtes civiles. existe وجود داشتن، il existe وجود دارد
جشن‌های مذهبی و جشن‌های دولتی، اونایی که مثلا دولت راجبش تعطیل میکنه یا جشن میگه. این فمینن هستش. مسکولنش میشه religieux. فت فمینن، این هم فمینن اومده، فمینن پلوغیه. religieux religieuse. À Pâques, on offre des œufs en chocolat. À Pâques, on offre des œufs en chocolat. این که عید پاک مسیحیان هستش. هدیه میدهن، افقیق دادن، عطا کردن، هدیه دادن. هدیه میدهن تخم مرغ‌های شکلاتی رو که از جنس چی هستن؟ شکلات هستن. à Noël, توی نوئل on a un sapin de Noël. این لیزونش رو انجام بدیم. on a un sapin de Noël. sapin de Noël. sapin de Noël درخت کریسمس رو میگن. این به خودش معنی شاه درخته. درخت کریسمس. et on offre des cadeaux. و هدیه میدهند کادوها. کادوها هدیه میدن. اینم که به او ختم شده موقع جمع شدن X میگیره. Le 1er janvier, le jour de l'an. Ensuite, la bonne année. خب میگه که روز اول ژانویه، پرومیه، این او که میذاره یعنی پرومیه. اوکی؟ Le 1er janvier، اولین روز ژانویه، le jour de l'an، مثلا روز سال. souhaiter، آرزو کردن. آرزو میکنن la bonne année، سال خوب. On envoie des cartes de vœux aux personnes qu'on aime bien. On envoie، صرف l'envoyer، میفرستن. vœux به معنی آرزوه، کارت آرزو. مثلا سری کارت هایی میدیم که مثلا برشون سال خوبی رو آرزو بکنیم. aux personnes، به اشخاصی که دوستشون دارن. اوکی؟ راجب به امه و امه بیان براتون توضیح دادم، اونا که یه پله دورتر هستن، خیلی مثلا واو چیز نیست، دختر و پسری نیست. خب پس اون کارت رو به اونا میدن. Le 1er mai, la fête du travail, on offre une fleur, entre parenthèses, du muguet. muguet. اول می یا روز اول می که جشن در واقع کار هست، la fête du travail هست. on offre، هدیه میدن. چی میدن؟ اون فلور، یک گل رو. فلور به معنی گل هستش. موگه هم حالا یه نوع گله، روش دونای حالت برفی تر براتون میفرستم. تو روز کار که در واقع مربوط به کارگراشون هستش، این رو بهشون هدیه میدم. Le 14 juillet, la fête nationale, il y a un défilé militaire, un feu d'artifice et un bal. Le 14 juillet, میگه 14 juillet, la fête nationale, جشن ملی هم هستش. Il y a un défilé militaire, il y a un défilé militaire, وجود دارد یک رژه نظامی. un défilé militaire, un défilé militaire. un feu d'artifice، آتش‌بازی، un bal و یک توپ. le jour des rois، که داره جشن رو توضیح میده، روز مثلا پادشاهان. le 6 janvier n'est pas férié mais on mange un bon gâteau, la galette des rois. مشخصه دیگه، میگه روز پادشاهان. le 6 janvier، 6 ژانویه، n'est pas férié، بسته نیستش. اما on mange، میخورن چی؟ un bon gâteau، یه گاتوی خوب میخورن، شیرینی خوب میخورن، کیک خوب میخورن. اسم گاتوش هم اینه، la galette des rois. این نون فطیر، نون مثلا پادشاهان. حالا اینم باید در واقع عکسش رو براتون بفرستم. اوکی، حالا بیایم پایین تر.
quelques expressions de temps لیزونش رو انجام بدین. expression quelques expressions de temps چند تا اصطلاح زمان. Ce matin j'ai mis 10 heures en voiture pour aller de Paris à Bruxelles. Ce matin امروز صبح j'ai mis 10 heures en voiture من گذراندم صرف فعل متر و پس کمپوزه من گذراندم 10 ساعت رو en voiture تو ماشین آن رو براش بذاری تو ماشین رو میگن en voiture pour aller برای رفتن de Paris à Bruxelles از پاریس به بروکسل c'est complètement fou هست واقعا دیوونه کننده است. نورمالمان به صورت نرمال به صورت طبیعی جمعه 4 heures من 4 ساعت میگذرونم ولی مثلا اون روز 10 ساعت بوده. En train il faut 1h30 pour aller de Paris à Bruxelles. En train تو ترن یعنی دوباره تو قطار براش آن بذارید. il faut 1h30 بایستی il faut بایستی چقدر باشه 1h30 1 ساعت و نیم درسته 1h30 دومی براش این چیز رو بذارید اوش رو بذارید چون اوخ فمیننه 1h30 pour aller برای رفتن از پاریس به بروکسل. ça dépend یعنی میگیره یعنی وقت میگیره منظورش همین. خب متر دوتام رو اومده نوشته و براش توضیح داده که چه وقتایی از متر دوتام استفاده میکنه چه وقتایی از سابخان دوتام یا ایلفو ازش استفاده میکنیم. خب میگه که متر دوتام سه پرسونل ça dépend des circonstances میگه متر دوتام چیز شخصیه و بستگی ده ça dépend de که حالا اینجا شده ده در واقع این circonstance ل بوده دو به اضافه ل شده ده ça dépend de میگه بستگی داره به شرایط بستگی داره به موقعیت ها. خب چرا چون اون موقع مثلا موقعیتی بوده که ترافیک بوده بس براش از ژمی استفاده کرده. اما میگه تفاوت متر دوتام با ça prend du temps در اینه که ça prend du temps یا il faut un personnel officiel sûr مطمئن رسمی و پرسونل دیگه نیستش یعنی یه بایدیه یعنی اینقدر لازم داره. خب مثلا شما از اینجا برای رفتن به فرض مثال به کرج خب 40 دقیقه از تهران مثلا تا کرج فاصله است. البته تهران هم خودش خیلی بزرگه ولی خب برای اینکه از تهران خارج بشین از شهر و به کرج برسین نیم ساعت تا 40 دقیقه لازمه. ایلفو و سابخان دوتام رو باید ازش استفاده کنید. وقتی خیلی ترافیک باشه و مثلا بیش از 1 ساعت طول بکشه شما ماکسیموم 1 ساعت در نظر بگیرید بشه 3 ساعت به 4 ساعت باید این رو ازش استفاده بکنید. درسته ژمی این چیزی که اینجا قرار داده ژمی مثلا حالا هر چقدر ساعتی که بودین در ترافیک اما در حالت طبیعی و این 40 دقیقه 1 ساعتی که مثلا وقت باشه وقت بگیره اینو باید ازش استفاده کنید. اینو میخواد توضیح بده. Benjamin a rendez-vous avec Virginie à 19h. بنجامین که اون بنیامین خودمونه راندوو دارد avec با ویرژینی à 19h ساعت 19. اینو به صورت رسمی نوشته à 18h45 il est en avance. این لیزونش رو انجام بدین. صفحه اتر وقتی که به آن به این پرونومای در واقع کوچولو میرسه حتما بایستی لیزون انجام میشه. il est en avance میگه که اون جلوتره یعنی جلوتر رسیده یعنی مثلا تأخیر نکرده. à 19h il est à l'heure این هم لیزونش رو انجام میده. il est à l'heure رأس ساعت رسیده. اتر الان یعنی رأس ساعت بودن به موقع رسیده رأس ساعت رسیده. à 19h15 il est en retard اون دیگه چی دیر رسیده. اوکی بریم. ce matin Véronique est partie tôt de chez elle est partie à 7h. ce matin امروز صبح Véronique est partie tôt de chez elle
ورونیک پختی صرف فعل پختیقه او پس کمپوزه میگه که رفته هستش تو زود از خونش، یعنی عزیمت کرده، رفته ترک کرده زود از خونش. شزل از خونش، از پیشش، این معنی پیش او یعنی از خونش. اوکی. ال پختی ا ستور، اون رفته در ساعت 7. ال و رانتره تر، تو تر داره اپوزیتا رو میگه، زود دیر. ال و رانتره تر، اون این که به فتوق پروشه، اون برخواهد گشت دیر. اون برخواهد گشت دیر. pas avant 11h du soir. pas avant 11h du soir. نه قبل از ساعت 11 شب. 11h du soir 11 شب. Est-ce que tu as le temps de prendre un café avec moi? Est-ce que tu as le temps de prendre un café avec moi? تو as le temps داری، وقت داری که بخوری یک کافه با من. ببین avoir le temps de faire quelque chose، حرفای اضافه رو یاد بگیرید. وقت داشتم که کاری رو انجام میدی. de prendre دیگه نگید مثلا apprendre. tu as le temps de prendre un café avec moi با من. no excuse-moi، نه منو ببخش. قبلا داشتیم excuse-moi منو ببخشید، اینم excuse-moi منو ببخشه. suis pressé، je suis pressé، je suis pressé من عجله دارم. j'ai un rendez-vous، من یه راندوو دارم، یه قرار ملاقات دارم. این پرسه ما تو خودمونم تو فارسی میگیم مثلا پرس شدم. خب میگیم پرس شدم یعنی چی؟ یعنی وقتم خیلی پرس هستش، وقتم خیلی فشرده است. خود پرس معنی فشردم از تو فارسی دیگه. من پرس شدم یعنی من فشرده شدم. خب فشار. وقتی که میگه من پرس شدم یعنی اینکه من به من فشار وارد شده، یعنی اینکه من دیگه وقت ندارم. از منظور از پرس شدن تایمه. خب میگه من دیگه وقت ندارم، برام میشه زوشی بخسته، یعنی من عجله دارم. اوکی این معنی رو میده. نو کنفوندی پا، میگه اینا رو هم دیگه قاطی نکنین. وقتی میگیم ووزولاق یعنی شما ساعت دارین ساعت رو میپرسین. وقتی میگیم ووزولا تایم دارین میپرسین، میگه وقت دارین، زمان دارین، مثلا کاری چیزی، این ساعت این وقت و زمانه. میگه با هم دیگه قاطی نکنین. ووزولا ساعت دارین، ووزولا تایم شما وقت دارین. ووزولا 2 مینوت 2 دقیقه دارید، یعنی 2 دقیقه وقت دارید. خب حالا مثلا جواباش ووزولا وی ایله میدی ادمی، میدی ادمی ا رو به این د بچسبونید. ادومی هم بگین درسته، اما ادمی هم درسته. وی بله، ایله میدی ادمی ساعت 12:30. اوکی 12 ظهر شد میدی دیگه. اینجا هم vous avez le temps، vous avez 2 minutes. no excusez-moi je suis pressé، نه منو ببخشید من پرسه هستم، من عجله دارم. اوکی به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشین. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.